طالبان در روبروی ناحیه دروازه تاجیکستان به ساختمان دیدبانگاه نو آغاز کردند. تاجیکستان واردات برنج را کم کرده است. ستانکزی خواستار قبول هرچه بیشتر زنان به کار در اداره‌های دولتی افغانستان شد. سر و صدا در شبکه‌های اجتماعی از پی در اداره مهاجرت لط شدن یک مهاجر. طالبان در روبروی ناحیه دروازه تاجیکستان به ساختمان دیدبانگاه نو آغاز کردند. با ساختمان دیدبانگاه نو، مهدی ارسلان محمد شریپوی 27 ساله از ناحیه نورآباد که مقامات تاجیکستان 8 سال باز به اتهام تروریسم جستجو دارند، در نزدیکی دیدبانگاه بر پایه کوه ارسلان نوشته نمایشکارانه در لب رود 5 گشت و گذار می‌کرده است. هرچند مقامات تاجیکستان او را بر روی خطی در جستجوی بین المللی بودگان وارد کرده اند، ولی طالبان در اداره مرز افغانستان به او مقام داده اند. مرزبانان تاجیک به رسانه‌ها گفتند آنها از آن طرف آمو با بلندگویک و با لهجه تاجیکی صحبت کرده بین یکدیگر مقامات تاجیک را دشنام می‌دهند و با این می‌خواهند اغوا انگیزند. مقامات تاجیکستان میگویند به مثل مهدی ارسلان بیش از 200 شهروند تاجیکستان در صف طالبان هستند. آنها را طالبان تاجیک نام میبرند. رادیوی آزادی با استناد از یک منبعش می نویسد در اداره مرزبانی بدخشان مهدی ارسلان در اداره سرحدبانی زیر نظارت طالبان در 5 ناحیه دروازه افغانستان مقام داشت، ولی حالا به ناحیه خواهان این کشور رفته است. خواهان در روبروی ناحیه شمس الدین شاهین شورابادی پیشین نقطه نظارتش دشوار در سرحدی بین افغانستان و تاجیکستان جایگیر است. تاجیکستان در 4 ماه سال 2022 از قزاقستان 5168 تن برنج خریداری کرده است. این نشانداد نسبت به همین دوره سال گذشته که واردات برنج حدودی 10,000 تن بود 48.3% کمتر است. در این باره خبرگزاری کپیتال نقطه کزت اطلاع داده است. گفته می شود با وجود این تاجیکستان در واردات برنج قزاق پس از روسیه مقام دومی خود را نگاه داشته است. در تاجیکستان نرخ برنج معمولا در تابستان تا آمدن حاصل نو که اساساً ماه اکتبر جمع آوری می شود نرخ بالا می رود. در حال حاضر به حساب میانه 1 کیلوگرم برنج 15 سومانی را تشکیل می دهد. تاجیکستان از جهت حاصل هر گکتر در جهان یکی از جایهای بلندترین را اشغال می کند، اما کارشناسان به این باور ندارند و می گویند این شاید از روی آمارهای صنعی باشد. در تاجیکستان همه ساله تقریباً 100,000 تن برنج استحصال می شود. از روی این نشان دهنده کشور ما در مقیاس آسیای میانه جای 4م را اشغال می کند، ولی از جهت حاصل ناکی هر گکتر از همه کشورهای منطقه با حاصل 45 سنتینر از 1 گکتر پیش می ایستد. این یکی از بلندترین نشاندادها در جهان می باشد. تاجیکستان به دلیل استفاده مؤثر زمین و افزایش حاصل ناکی همه ساله واردات برنج را کاهش می دهد. اما امسال شالیکاران با نرخ بلند نورهای مینرالی و مواد نهالشنانی مواجه شدند که این به نرخها تاثیر منفی خود را رسانده است. شیر محمد عباس ستانکزی معاون وزیر امور خارجه افغانستان که از سوی طالبان تندرو تشکیل شده است گفته که زنان افغان باید به ساختارهای دولتی شامل شوند. ستانکزی روز 7 ایول حین سخنرانی در مراسم افتتاح نمایشگاه کالاهای تولیدی افغانستان گفت که زنان نصف اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهند و آنها را نادیده گرفتن ممکن نیست. او گفت آنها باید در تمام ساحه‌های حیات از جمله در اقتصادیات، سیاست و بازسازی کشور جلب کرده شوند. ستانکزی گفت مردان و زنان باید در بنیاد کشور نقش بازند. نه تنها مردان باید کار کنند، ما در محیط کاری به زنها نیز نیاز داریم. معاون وزیر کارهای خارجی طالبان یکی از جانبداران فعال رهبریت جنبش رادیکالیست که پیوسته به مناسبت بیشتر لیبرالی نسبت به حقوق زنان در افغانستان پایبند است. در همین حال اکثری سران طالبان بر این باورند که زنان نباید در حکومت نقش بازی کنند. پس از بازگشت به قدرت، طالبان اکثری دختران را از تحصیل ممنوع کردند و برای زنان در خدمت دولتی محدودیت جاری کردند. وزارت کار با زنان برهم داده شد. به جای این طالبان وزارت تبلیغ فضیلت اسلامی و جلوگیری از فساد را تأسیس دادند.
در شبکه‌های اجتماعی نواری پهن شده است که در آن یکی از کارمندان ریاستی مهاجرت در روسیه در جریان حجتگذاری به شکمی مهاجر با آرنج میزند. این نوار را فعالان حقوق بشر بویوک کلژک و بهرام اسماعیلوف در صحیفه اجتماعی خود نشر کردند. در نوار دیده می شود که هنگام گرفتن ایز انگشت یکی از کارمندان اداره مهاجرت شهر ورونش یک مهاجری مهنتی را زده او را تله داده است. بهرام اسماعیلوف میگوید کارمند از کار آزاد کرده شود و رهبریت شخصا از مهاجری کاری بخشش پرسد. این نوار در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی به میان آورده است. اکثری کاربران بر اینند که میبایست مهاجری جبر دیده در حال به رهبریت اداره مهاجرت نسبت کارمندی سرزده اش شکایت میکرد. این بود شرح خبرها تا این دم. خیر، سلامت باشید.